ارباب نشین بودن، فردی همه ارباب بودن، اینجا پولدار بودن به نام پولکان بوده. دست شما در نکنید. بفرمایید. چشم من می‌خورم. بفرمایید. مهر را می شود در پیاله گرم در کنار دیواری از سعادت در کوچه خوشبختی نوشید و به لحظه‌ای فکر کرد که شاید آنجا جای زندگی باشد. وقتی از مهر سیراب شدی دیگر زندگی زیبا خواهد بود. امضا جای زندگی. این آبیه که فرض بگی تمام مزرعه‌مون بجارمون همین آبی که کباب میده برای مزرعه بجارای شالیک و برنجکاری. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلامت باشین. شما خوبین؟ چشم آب گرمه؟ بله. بعد همیشه آب داره؟ این همیشه آب داره. آبش هم خیلی آب خوبیه، هم برای بعضی دردا خیلی دواست. این آبیه که فرض بگی تمام مزرعه‌مون بجارمون همین آبی که کباب میده برای مزرعه بجارای شالیک و برنجکاری. با این آب هم معدنی است، هم فرض بگی میدن این آبیه که بدن اگه از جوش بزنه زخم داشته باشه از این آب استفاده کنه همه مالیشه میشه. اسم این چشمی هم به نام چشمی اومله. 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 اومله یعنی چی؟ یعنی یه محلی بوده اینجا، قدیم محل اینجا بوده. این آب محله. بله اومله. بچه محصولاتی داره اینجا بود؟ محصولات اینجا ما برنج داریم، گردو داریم، انگور داریم، فندق داریم، انجیل هست، توتسیا داریم. عشق چی؟ میخواستیم بگوییم شما عشق را هم در دل پنهان دارید ولی نگفتیم، یادمان رفت. بعد اینجا مراسم خاصی هست که مخصوص خود همین بلوکان باشه؟ بله اینجا ما بهار میشه شیلان کشی میکنیم،
شیلان کمان کشی عالی ده خبر میکنیم، شیلان کشی میکنیم، میبریم اون چشمه درجاب، اونجا آش رشته درست میکنیم، اونجا آش رشته رو میخورن قشنگ برای خودشان چای آششان رو میخورن و آش شیرینی هم درست میکنن، دعا میخونن، نماز میخونن برای بارون. آره. شیلان کشی یعنی چی؟ شیلان کشی همون شیلان کشی آش درست میکنن. اسم شیلان کشیه؟ آره اسم شیلان یعنی چی؟ این کارو میکنیم که خدا یه آب این نزد دادن نزد اینا نزدیه میدم این آش درست میکنن. آها که بارون بیاد ان آره بارون ما اونجا نمازشون رو میخونن. شیر جمع میکنن، برنج جمع میکنن بین خانوارها. میاره جمع میکنن، یه نفر مسئول میشه جمع میکنه، میارن اینجا میپزن بین محل کسایی به نام نظریه جوار میاد اینجا. آره جمع میشن اونجا. الان فرض شما نظریه دارین بانی میشیم، بقیه هم کمک میکنن، همه فرض بگیر از وسیلش کمک میکنن، آش رشته درست میکنن. بهار البته وقتی درست کردن ما نماز میخونن، دعا میخونن، باران هم میاد دیگه. امید خدا. قربان. اینجا عروسی ها چطوره مراسمش میگیرن؟ عروسی الان وقتی عروسی شروع میشه، الان ما این دوروبری روستای همجوارمون دوروبر خبر میکنیم عروسی. بله. وقتی خبر میکنیم میان فک فامیل همه رو دعوت میکنیم. این شب حنابنده که موقع حنا به داماد عروس تو حنا بذاره همه رو دعوت میکنیم، خرج میدیم، میوه میخورن، چای میخورن، میرن. فردا با جمع میشن میان نهارشان رو میخورن، هدیه میدن، دامادا میبریم حمام، از حمام میاریم بیرون. بعد چیکار میکنیم؟ هدیه میدیم. ما هدیه میدیم، نفری 200 تومن، 100 تومن، 200 تومن هدیه جمع میکنیم. هدیه را که جمع کردیم بعد میریم نهار میدیم، بعد نهار هم شیرینی میدیم و خلاصه هم میمانا میرن. بعد دیگه از شیرینی را دادم بخواد داماد عروس ها بردارم بیارم، من داماد میاد رسومات مانینه، یه سیب، یه پرتقال، یه قند. خب از دور وامیسته فردی فاصله 20 متری 15 متری اونم از سر عروس پرت میکنه اونور رو عروس ها میبرن خانه داماد، عروسی تموم میشه. میگن نارنج. آره. مثلا به نام اونم میگن نارنج زدن. یعنی سیب و پرتقال و قند آره. باید از سر عروس رد شه. رد کنه، باید داماد بزنه، رد که زمین بخوره داماد جریمه داره، باید رد بشه سیبه. و عروس رد شه. آره اگه بخوره زمین کجا تا حالا جریمه سیب بخوره به سر عروس پرت کنه خورده باشه سر عروس؟ آره اگه نتونه رد کنه یه 500 600 تومن داماد بزرگترای محل میخوان جریمه میکنن. خوب کاری میکنن. آره میگم شده تا حالا کسی سیب پرت کنه بخوره به سر عروس داشته باشی؟ یا باید اندی خوشم محکم نگه داره رد کنه. یه ده خورده زمین چند زمین جریمه کردم. جریمه نگردم خود. چی شد سرش شکست؟ موقعی که نارنج میزدن این بنده خدا نارنجا رو که پرت کرد، سیب پرتقال رو پرت کرد، رفت قنده بزنه، قند خورد به پیشانی عروس شکر. ای داده بیدار. بعد دیگه زیادم درد نیومد، اون بنده خدا سرش که خودش خون اومد و بنده خدا دیگه تموم شد. اون برنامه شده. زمان قدیم اینجا عروسی که میشد الان دیگه این رسم افتاده این کشتی بشه. مثلا من میرفتم محله اطراف دیگه، مثلا 5 تا پیرمرد میرفتن، 5 تا جوان میرفتن محله دیگه، با جوانای اون محل کشتی مینداختن. مثلا با یه نفر با یکی کشتی مینداختن، این یکی که اونو میزد با اون یکی دوباره کشتی مینداختن، تا مثلا میبینن این یه نفر مثلا با اون 5 نفری که مال محل غریب است میتونه کشتی بگیره. این رسما سابق بود. رسومات این بود که مثلا 5 نفر یه طرف با میستادن، 5 نفر یه طرف. اما 5 تا سنگ ردیم اون طرف میکشتن، 5 تا سنگ این طرفی اینوری میکشتن. فرض بگیر دیگه این طرفی ها که مونده بودن اون طرف مقابلشون، اون سنگا رو 5 تا سنگا که میزدن با سنگ میخواباندن، اون برنده میشد.